سلام، خیلی خوش اومدین. بفرمایید، در خدمتتونم. فعلا دارم نگاه میکنم. ببخشید میشه اون سرویس رو ببینم؟ اون فروشی نیست، ولی هر چیز دیگه بخواید تو مغازه من در خدمتتون هستم. یعنی چه فروشی نیست؟ بالاخره هر چیزی قیمتی داره، میخوام اون رو ببینم. اون جواهر 200 سال قدمتشه، از جد در جدم رسیده به ما. بحث پولش نیست، ارزش معنوی واسم داره. در ضمن ما داریم مغازه رو میبندیم، میتونید بعد از ظهر تشریف بیارید، حالا بقیه کارا هم هست ببینید. میشه ببینمش؟ گفتم که فروشی نیست. پسرم نمیخوام بدزدمش، نمیخوام بخورمش، که میخوام ببینمش فقط. خدمتتون. و مشتریش 500. نفهمیدم منظورتون. میگم 500 میلیون میخرم. من حداقل 20 تومن مال تو مغازم چیدم. فکر کردی با 500 میلیون میتونی قلقله کم بدی؟ قربونت برم، گفتم که فروشی نیست. 1 تومن. اون موقع باید به خانواده‌ام و اجدادم خیانت کنم. 2 تومن. ببین بهتون میاد، ولی خب 3 تومن. این حرف آخرمه دیگه. به خانوادتم خیانت نمیکنم. پس بذارید براتون بسته بندیش کنم. مبارکتون باشه. صبر کن بذار پاساژ بره بیرون. بعد 500 تومن بیشتر مایه‌اش نبود. کدوم اجداد؟ دست تو 500 میلیون بود، من بهش ارزش دادم شد 3 میلیارد تومان. بعدش هم یادت باشه مردم همیشه پای چیزی پول میدن که تو بهش ارزش بدی. الانم سرویسو بذار. پس توی کلاهبرداری الان. تو اسمشو این بذار. سلام، سرویستون چند؟